اداره روسلخوزنظور ولایت‌های سراتوف و سمارا با جنبست ماه اول سال 2022 خبر داد که کارمندانش در فرودگاه‌های گاگارین شهر سراتوف از اول سال جاری بیش از 1800 باگاژ مسافران را تفتیش کرده در 65 مورد از تلاش به قلمرو ولایت سراتوف وارد کردن محصولات ممنوع پیشگیری کردند. از باگاژ دستی مسافران از جمهوری تاجیکستان بیش از 110 کیلو محصولات تحت کرانتین، غلنگ دانه‌دار و بیدانه، پیستا، بادام، اراخس، مویز، دانک زردآلو و چهارمغز مصادره کرده شد. همه این محصولات مصادره شده در حجم 110 کیلو تحت نظارت متخصصان روسلخوزنظور طبق قانونگذاری روسیه نابود کرده شد. گفته می شود در اطلاعیه این اداره می گوید زمینه حقوقی مصادره چنین محصولات از مسافران تاجیک قرار روسلخوزنظور از 16 اپریل سال 2012 است که با مسافران به قلمرو روسیه وارد کردن میوه و سبزیجات از تاجیکستان و ازبکستان و آذربایجان را منع می کند. از 5 مارس سال 2019 به مسافران از ازبکستان اجازه دادند که با خود تا 5 کیلو میوه و سبزیجات یا خشک میوه و دانگی بیارند، ولی به مسافران از تاجیکستان اینک قریب 10 سال باز به روسیه بردن میوه و سبزیجات، خشک میوه و محصولات دانگی چون پیسته و بادام و چهارمغز رسما منع کرده شده است. اگر بخت مسافران برنده کند و در فرودگاه‌های روسیه به دست کارمندان روسلخوزنظور نافتند، این محصولات را میگذرانند، ولی اگر در رید بیفتند میوه و سبزیجات از وطن با خود آوردهشان مصادره میکنند.